گروهایی بود که گفتین کارت کار دارن و میتونن حالا برگردن افغانستان و دوباره برگردن ایران. کسایی که ویزای کاری دریافت میکنن، طبق اطلاعاتی که حالا ما بعد آوردم این بود که بابت هر 6 ماه حدود 300 یورو دریافت میشه برای اقامت کاری. درست است؟ نه این درست نیستش. آها. این درست نیستش و اینکه من صحبت شما یک اصلاح بکنم. ببینید کسایی که شناسه شغل دارن برمیگردن افغانستان به این شکل نیست که اینا ویزای کاری دریافت نه بکنن. درسته، وقتی میخوان برگردن و نوع اقامتشان اقامت کاری بکنن، درسته. یعنی یک کارفرمای ایرانی داشته باشن و بخواین که مثلا این نوع اقامتشان اقامت کاری باشه. حالا طبق شنیده های ما و سوال من هم دقیقا همی بود که این برای هر 6 ماه 300 یورو هست و بعد از 6 ماه باز دوباره باید او 300 یورو را پرداخت کنه. میخوام در این مورد هم یک شفافیت بتیم نه شما این لطفاً. که کاملا اشتباه هستش چیزی که شما شنیدید. به این شکله که ویزای کاری خودش 300 یورو هستش، 600 یورو هم نیست، 300 یورو هستش و زمانی که شخص ویزای کاری رو دریافت کرد و این 300 یورو رو تحویل سفارت دادش، دیگه بعدش میاد وارد ایران میشه و پروانه کار دریافت میکنه و بعدش اقامت کاری دریافت میکنه. دیگه تا زمانی که این اقامتش تمدید میشه و پروانه کارش تمدید میشه، فقط یک مبلغ جزئی در حد 1,000,000 تومان بابت تمدید پرداخت میکنه. اینطوری نیستش که هر 6 ماه 300 یورو پرداخت بشه. ولی یک فکر میکنم شاید مخاطبین ما هم این اشتباه کرده باشن. من این نکته بگم به این شکل. ببینید در خصوص کسایی که شناسه شغل دارن، به اینها یک معرفی نامه میدن برای ویزای ورود که برن افغانستان، بعد درخواست ویزای ورود به سفارت بکنن که ویزای ورود 3 ماهه هستش. گفتم به دعوت یک نهاد دولتی این ویزای ورود داده میشه که دست خود سفارت هم هستش. ممکنه اینو قبول نکنه، بگه آقا من ویزا نمیدم بنا به هر دلیلی، شما اینو داری ولی من خب نمیخوام ویزا بدم. دیگه کدام ضمانت اجرایی خاصی نداره. این دعوتنامه برای ویزای ورود هستش، این برای ویزای کار نیستش. ویزای کار کلا داستان خاص خودش رو داره که شخص باید در ایران کارفرمای ایرانی داشته باشه. کارفرمای ایرانیش باید درخواست ویزای کاری در سامانه جامعه اشتغال اتباع خارجی بده و وقتی این درخواست در سامانه جامعه اشتغال اتباع خارجی ثبت میشه، از اداره اشتغال اتباع خارجی بازدست میره، محل فعالیت کارفرماشو میبینه. باید 3 تا کارگر ایرانی داشته باشه کارفرماش، حداقل که بیمه‌ش هم رد بکنه، یعنی لیست بیمه داشته باشه. و اون زمان جلسه تشکیل میده این اداره اشتغال اتباع خارجی. در اون جلسه 5 نفر هستش. از این 5 نفر 3 نفرشون حداقل اون اکثریتشون باید قبول بکنن. اگر قبول کردن، برای اون کارگر که در خارج هستش ویزا صادر میشه، به اون میگن ویزای کاری. اون ویزای کاری گرفت، بعد وارد ایران میشه و هم توضیح دادم، بعد پروانه کار میگیره و دیگه بعدش هم اقامت کاری میگیره که فعلا 6 ماهی هستش، ممکنه بعدا تغییر بکنه 1 ساله بشه. بسیار تشکر از توضیح